برداشت نخستین خوشه‌های گندم کشور از سرباز آغاز شد. گرم بودن هوای مناطق جنوبی استان موجب می شود محصول گندم در این مناطق زودتر از سایر نقاط برداشت شود. اگر در همه جای کشور فصل جوانه زدن سبزه هست، اما در شهرستان سرباز هندوستان کوچک ایران برداشت خوشه‌های طلایی گندم آغاز شده است. آب و هوای پیشین خیلی مساعده و باعث میشه که در این هنگام این گندم رو ما برداشت کنیم. 76,000 هکتار در سیستان و بلوچستان گندم کاشته شده و این پهناورترین استان کشور است که برداشت گندم به خاطر تنوع اقلیمی تا 6 ماه آینده ادامه دارد. برداشت گندم در سطح شهرستان با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه اولین نقطه‌ای هست که در سطح کشور از بخش پیشین شهرستان سرباز آغاز میشه. از مهمترین ارقام گندم شهرستان میشه به ارقام هامون S7811 و رقم محلی پیشین که یکی از ارقام بسیار خوب و سازگار با منطقه هست اشاره کرد. برداشتی که به امید خودکفایی گندم است و به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیداست. 30 هکتار گندم کاشتیم اینجا، هر هکتار 4 تا 5 تن انشالله ما برداشت داشته باشیم و انشالله هم به خودکفایی برسیم به گندم. شکر خدا کم نشه، ما با برداشت اینجا مشغول به کار شدیم. در این استان ما 5 فصل کار میکنیم. البته برداشت گندم نویدی هم به دامداری است، چون در اینجا کشاورز دامدار هم هست. الحمدلله در منطقه ما پیشین گندم خوب میشه و محصول خوبی میده، برای ما سود هم داره و علوفش هم برای ما سودی داره. برای گوسفند ما گوسفند داریم، دامدار هستیم. اگرچه این اولین مزارع کشور است که درو می شود، اما این برداشت تا فصل پاییز در دیگر نقاط کشور ادامه دارد. ایران کشوری است که هر فصل سال میتونه نان خودش رو تامین کنه. محبوب عالم اربابی، خبرگزاری صدا و سیما، پیشین، سرباز.